سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه تارت میداوی به تخم تیار میکنیم. بسیار خواهش شدگی بود باشه بینا. امروز خواستم تارت میداوی به تخم تیار کنم برای پرهیزی. محصولات لازمه برای ما 400 گرم آرد، 160 گرم سمیتانه، 6-7 قاشق کلان عسل، 100 گرم شکر، 120 گرم масла، یک قاشقچه چینی ساده لازم است برای خمیرش. برای کریمش باشه 2 قوطی سمیتانه 15% وریان سوگوشانکا لازم است. ما در اول سمیتانه کریمش تیار میکنیم. ما 2 قوطی сметаны اول марлиба میگیریم. من такаш به сеткача мондам елача. آبش جدا میشه. полный آبش جدا میشه. کریمی سختش رو تیار میشه. من сметана های ما 370 گرم یک قوطیش. من کو تا خمیره تیار کرده کارژه پخته کتنه ما می сметана مو گرفته میمونه. من ما کاسترول به شکر، сметана، من مسله میده کردم. من عسل همراه کرده همش بالی گاز با آب میکنیم. بعدی همش آب شدن ثانی ساده همراه میکنیم. من محصولاتمای بالی گاز با آب کراسیم. همش خوش رو آب شود میگیریم. بعد من محصولاتاش رو آب کردم. اکو من یک قاشقچه چینی ساده همراه میکنیم. رو آماده میکنیم که تا که سفید شود. دیگه وقتی ساده نماند برانش با کلوله چه من الان ریاکسیه داد چه سفید شد. من نگاه کنید چه ریاکسیه شد. کم کم آرده همراه کرده خمیر میکنیم. خمیری سویق نه، خمیری سخت میکنیم. من خمیری ما تیار شد. ما خمیرمای به قسم ها تقسیم میکنیم. میتونید تارتی کلانتر یا مایده تر چقدر که خواهید تیار کنید. من اکو به 8 زواله تقسیم میکنم. من 8 دانه زواله همایا تونوک کرده پخته میگیریم. من هر یک چند خیلی تونوک کرده کشالده. من لیگم خطی خالی کرم پخته میگیریم. من کارجی ما هم پخت. من چه ملایم آمد. من چه ملایمی جای بادم. من 8 دانه کارجی پخته گرفتم. من 8 قبطه. من که گردکاشه یک بار دیگه تختان بمانیم کمتر سرخ شود برای کراشکه. من اکنون کریم تیار میکنیم. من سمیتانامو من چقدر آبش جدا شد. من سمیتانامو سخت شد. من کاسبه میگیریم. من سمیتانه گرفتم. من چقدر سخت شد. من یک قوطی وریان سوگوشانکا همراه میکنیم. 400 گرم. میتونید کمترش همراه کنید. همش خوش رو با میکسر لب میزنیم. من کریمی ما هم تیار شد. اکو کارجای کریم میکنیم.
ما اول کمتر طبقه کریم میکنیم که تارتی ما نجنبد. کم قبطی کریم کنیم. نه دویم کارجا میمونیم. همیشه همین طور کریم میکنیم. من تارت کریم کرم. نه هشت قبطه. اکو آرامیتیم با خواهش خود. من امروز یک نمود آرامیتیم تارتی میداویه. من گردش کراشکا کرم کوفته شکلاتی سفید آب کرم. من شکلاتی سفید آب کرم. شروع زیر روشبه میکنیم. من همجاش شکلاتی سفید کرم. من اکو این پوزوکافکی من سلافانه بالاشبه میپوشیم. ولی شکلاتانو من پشت زیر میکنیم. شروع من قالب گیرد. خانه زنبور باین. من شروع زیر کریم. نه چه معلوم شد خودش تا خنک شدنش نگاه می‌داریم. همین کریما شخ شده شکلاتا شخ شود بعد سلفنش میگیریم. نه تارتی موان کریمش شخ شد من سلفنش آیسته میگیریم. چه شده درونش ریز کریم بینیم درونی تارتی ما چه تر شده است. میتونید جای منو سرخ جاش با اصلا کنین میشه. من یکانچه من همین طور آرا دادم. من درونی تارتامای ریزه کریم بینیم چقدر تیار شده است. بریدنش ملایم. من قبطی تارتیما چقدر آمده است. من قبطاش ملایمی جای بادامده است. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پسندی کنید و یارو دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.